بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به جلسه دوم یا قسمت دوم از داستان زینب بنت ابی معاویه همسر عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما و اشاره کردیم که ایشون هم جزو زنانی بود که دارای اون ویژگی‌های برجسته شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابیات عصر پیامبر است. نکته مهمی که در جلسه قبل در زندگیشون داشتیم این بود که عبدالله بن مسعود بهشون آموزش میده که از این دعانویسا و اینها باید پرهیز کنی، حتی اون نخود و گردنش پاره کرد. نکته در اینجاست، بهشون آموزش داد که این دعا رو بگو، دعا رو این گونه بگو که تا تو نجات پیدا بکنی از این مثلا وسواسیشون. میگو پلک من میپره، چشم من میزنه، گفت این دعا رو بگو: اذهب بأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. این دعا رو بکن، خودت بخون، بر خودت بدم. این استحبابه که ای پروردگار مردم، این درد، این بیماری، این وسوسه پریدن پلک چشم من یا هر حالاتی که گاری افراد دچار وسوسه پیش از من دور کن، شفا به من بده. تو فقط شفا دهنده هستی، هیچ شفایی نیست مگر شفای تو، درمان نیست مگر درمان تو. چنان درمانی بده که دیگه برای من بیماری نمونه. و این مستحب هست برای یک شایسته است برای یک فردی که مریضه. حالا جدا از این که انسان باید حتما در مرحله اول به نزد دکتر بره، اگه دچار حالات روانی هست روانشناس، دچار پیش روانپزشک اینها بریم، چون با نیاز داریم به درمان خودمون. متاسفانه سیستم تربیتی و آموزشی گاهی به گونه‌ایه که افراد نهال‌های بد، یعنی میشه گفت جوانه‌های بد، چی میگم، نهال بد میگیم، تخم بد که مثل حسادت، بیماری، خشم، غضب، عصبانیت، غیبت، تهمت، بدرفتاری، اینا در ما کاشته میشه گاهی تو خانواده. پدر مادرها متوجه نیستن و ما با اینها رشد میکنیم. خب طبیعیه که ما نیاز به روانشناس داریم، نیاز به روانپزشک داریم. اگر خودمون میتونیم خودمون رو درمان کنیم به طریق احسن، هست کتاب‌هایی که به انسان در مسائل دینی علما از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله از قرآن در آوردن برای اینکه ما خودمون رو درمان کنیم، چون ما باید خودمون رو درمان کنیم. نمیتونیم که با مگه میشه به بهشت انسان بره با این همه صفات بد؟ در هر صورت اون چیزی که شایسته هم از جدا از این ما برای درمان خودمون میشه دکتر میریم. خب انسان بر بدن خودش فاتحه بخونه، سوره قل هوالله رو بخونه، معوذتین رو بخونه، همون گونه که از در حدیث صحیح از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. جالبه که فقها نقل میکنن یک بحثی رو از نظر فقهی، میگن اگر زنی دارای دارایی و اموال باشه، خوب نکته رو نگاه کنید، خیلی مهمه. یکی از نظری که بسیار از فقها بر این رأی هستن، اگر زنی دارای ثروت و دارایی باشه، میتونه از اون ثروت و دارایی خودش به همسرش و فرزندان خودش زکات بده. خوب دقت کنید، میتونه زکات بده. چجوریه داستان برمیگرده به داستان همین صحابیه گرامی زینب بنت ابی معاویه ثقفی. در اینجا اینجوری برمیگرده که ایشون میگه که نقل شده که میگه که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید ایشون که زنها رو تشویق میکرد برید صدقه بدید، با این صدقه دادن خودتون رو به خدا نزدیک کنید، بتونید گناهاتون رو بخشید. خب ایشون هم رفت که طلا جواهر خودش رو برداره تو خونه و اینها رو چیکار کنه؟ در راه خدا صدقه بده. بعد به شوهرش دید که داره این کار میکنه، کجا داری میری؟ گفت میخوام طلا جواهرات برم در راه خدا صدقه بدم. بعد گفتش که خب چرا این کار میکنی؟ گفت میخوام برم به خدا و رسول خدا نزدیک بشم و فلان اینها. بعد گفتش که نگاه کن، اینها رو به من صدقه بده. خب میدونی عبدالله بن مسعود اینا خب خودش فقیر بود، نیازمند بود دیگه، بالاخره ایشون جز شاگردان خاص پیامبر بود که بیشتر وقتش زمانش رو وقت آموزش و تعلیم اینها میشد. گفت به من بده، به فرزند من اینها رو صدقه بده، چرا ما سزاوار این زکات هستیم در واقع. و خب در صحیح بخاری هم این گونه اینو نقل کرده از ابی سعید خدری که زن عبدالله بن مسعود تعریف میکنه، میگه پیش پیامبر رفت: یا نبی الله، تو گفتی که امروز من صدقه بدم، خب منم مقدار طلا جواهراتی دارم، میخوام اینها رو صدقه بدم، اما ابن مسعود میگه نه، من و پسرم شایسته تریم، سزاوارتریم که تو بخوای این زکات و صدقه رو به ما بدی، یعنی هدیه بدی در راه خدا. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله میگه آره، ابن مسعود راست گفته، همسر تو و فرزند تو برای صدقه دادن از دیگران ارجح ترن. خوب دقت بکنید، این داره به مادر میگه، یعنی تو همسر برای شوهرت و فرزندت. حالا طریق ارجح پدر هم همینجوره، یعنی هر خانواده هر کسی بر خودش ارجحیت داره. در روایت دیگه که عمرو بن حارث اینو نقل میکنه، باز از زینب همسر عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت که صدقه بدید ای زنان،
ولو من حلیکن، زکاتشون رو بدید، حتی اگه شده زکات جواهراتتون بدید یا از صدقه بدید، همون صدقاتی که از جواهرات خودتون هست. ایشون رفت پیش عبدالله، گفتش که تو آدم ضعیف و فقیری هستی، ثروتی نداری. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داده که من صدقه بدم و ما زنها صدقه بدیم در راه خدا. آیا من میتونم به تو در مورد تو صدقه بدم فلان اینها؟ میگه عبدالله گفت خب برو پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ببین چی جوریه، داستان چی جوریه. میگه من رفتم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، میگه بعد رفتم پیش پیامبر، من گفتم به عبدالله تو برو، عبدالله گفت تو برو. من رفتم بالاخره پیش پیامبر و دوره در خونه پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد اونجا شخص گفت شما کی هستید؟ من گفتم بگو یکی از زنان انصار هست، سوالی داره، میخواد سوالی بپرسه اینها. خب رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر سعی کرد سوال بکنه. بلال اونجا موقع دم در بود و بعد گفتش که خب بگو کی هست؟ گفت بابا زینب هست. گفت کدومی که از این زینب ها هست؟ و دیگه خب این آدرس خودشو داد. گفت بله هم زنی از انصار و از زینب. بعد دو نفر رفتن با زن دیگه. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت کدومی که از زینب ها؟ گفت همسر عبدالله بن مسعود. خب بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله خب این مطرح کرد. رسول خدا در جواب گفت نگاه کن، تو این صدقه، این زکاتی رو که به شوهرت بدی، پسرت بدی، فلهما اجران، برای شما دو تا پاداش داره. چون زن دیگه هم که همراهش بوده، اجر القرابه، یکی که پاداش نزد خدا میگیری، ثوابی که خب به نزدیکانتون کمک کردی، و دیگه اجر صدقه و پاداش صدقه. غیر از اینه میگن دیگه زینب اونجا برگشت و خوشحال شد به اون چه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ایشون گفته بود و خب این رو خرج همسرش کرد و فرزندانش. اونطوری که نقل شده زینب ثقفی یا زینب بنت ابی معاویه تا زمان خلفای راشدین، تا پایان دوران خلافت راشده زندگی کرد و این هم بر اساس یک داستانی است که نقل میشه، روایتی که میگن که همسر ایشون عبدالله بن مسعود وصیت کرده بود به این صورت که گفته بود من وصیت میکنم عبدالله بن مسعود اگر برای من اتفاق افتاد، من مردم در اثر بیماری یا مورد دیگه پیش اومد، وصی من زبیر بن عوام هست و این رو به پسرش عبدالله بن مثلا زبیر، چرا که اینها در نسبت به موارد دیگه من بهشون اعتماد بیشتر دارم، میتونن تو قضایای خانوادگی مشکلی پیش بیاد برای شما حل ردخ و فتقی انجام بدن و هیچ کدوم از دختران من عروس نکنید مگر اینکه زبیر و عبدالله رو آگاه کنید و از اونها مشورت بگیرید. و خب این موردی هست که حتی میگه که شما با از زبیر و عبدالله ابن زبیر ارتباط داشته باشید که بتونه شما رو تو زندگی کمک کنه و راهنمایی کنه. پس این نشون میده که زینب بنت ابی معاویه همسر عبدالله ابن مسعود تا این زمانها زنده بوده و میگن عبدالله ابن مسعود در سال 32 هجری از دنیا رفت و احتمالاً همسر ایشون هم تا مدتی بعد از ایشون زنده بوده و خب این قسمتی بود از زندگی ایشون که ما خوندیم. در این داستان کوتاهی که در جلسه قبل و امروز ما در ارتباط با داستان زینب بنت ابی معاویه خوندیم، همسر عبدالله بن مسعود، نکته مهمی که درش خوابیده نگاه کنید، حفظ خانواده. یه زمانی خب در واقع میدونید که مردان موظفن که هزینه زندگی و خرج زندگی و حمایت زندگی رو فراهم میکنن. متعاقبا اگر مرد فقیر بود، حالا به هر علتی، هیچ کس نمیدونه چه جریانی پیش میاد و خب طبیعتا خب به فرزندانش هم نمیتونه برسه، ولی زن دارای دارایی باشه و ثروت باشه، این دیگه زن منتی بر این نداره که من به تو کمک کردم، من به زندگیم کمک کردم، بلکه این مثلا حتی به عنوان زکات میتونه بده برای اینکه چیکار بشه، حفظ زندگی بکنه و کمک به زندگی بکنه. جدا از این که این هم پاداش کمک به نزدیکان هست، هم پاداش اون اجر رو میبره و از همه مهمتر حفظ این خانواده هست، حفظ درون خانواده. شما نگاه کنید عبدالله بن مسعود خب شخصیت کمی نیست از نظر بین رده های اصحاب پیامبر، جزو برگزیدگان انسان های رده بالاست، سطوح اولیه دعوت اسلامیه، ولی خب شرایط اقتصادیش این گونه هست. همسر ایشون خب دارایی داره، کار کرده، حرفه‌ای داره، ولی دیگه اینجا منتی نیست، حفظ زندگی، کمک به زندگی و کمک در یک رابطه اجتماعی، این رو ما مد نظر داشته باشن، چه مردان چه زنان. حفظ خانواده و حفظ زندگی با دارایی که دارن برای تداوم زندگی هست، نه برای منت گذاشتن بر هم دیگه، نه برای فخر فروشی یا نه برای موارد دیگه، یکی بگه من کار میکنم تو بخوری، تو کار میکنی من بخورم، نه. حفظ خانواده از همه مهمتره و این رو هم ما داریم.
که همون اصطلاحی که قدیما میگفتن چراغی و خون فرض به مسجد حرامه، به معناش در واقع اینه که خود خانواده انسان از هر کسی واجبتر و مهمتر هست و بعد ما اینو درک بکنیم. این معنا نداره که ما خودمون در خون گرسنگی در حالت خطرناکی قرار بگیریم بعد بریم ظاهرنمایی بکنیم کار دیگه ای رو انجام بدیم. پدری مادری بچه‌هاش نیاز به کمک دارن، بعد بره جای دیگه هزینه بکنه که من میخوام مثلا فلان بسازم فلان بسازم، بگن فلانی آدم خیریه. خب دخترت نیاز داره، پسرت نیاز داره و یا همسرت نیاز داره یا مواردی تو خودت، نزدیکان خودت. این رو نشون میده که ما کمی دقت کنیم از زندگی یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله بتونیم درس مناسب رو بگیریم. خب تا فرصتی دیگه و درسی دیگر از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.